والجماعة فمن فلا أدري من تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري من اگر این طایفه‌ای که در حدیث آمده ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله، این طایفه اگر اهل سنت نباشد، اگر اهل سنت و اهل جماعت نباشد، اگر محدثین نباشند، کسانی که اطلاعات و آگاهی دارند در ارتباط حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و در ارتباط سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر محدثین نیست پس نمیدانند که مصداق این آیه کیست، مصداق این حدیث کیست؟ امام احمد رحمه الله. حالا علامه کشمیری میفرماید نظر به تصریحات و نصوصی که وجود دارد باید مصداق و مجاهدین بگیرید و این نظر به این که حضرت امام احمد رحمه الله میفرماید که اگر اهل سنت جماعت نیست پس کی است؟ و این اساس شخصیتی بیخبری نیست حضرت امام احمد. امام علامه کشمیری میفرماید ایجاست که توجیه مجال در میان متخصصین و شاگردان مکتب حدیث و مدرسه حدیث نیست که باید همون مجاهدین در تمام اطراف و اکناف عالم اونا بیرق توحید را بلند میکنند، اونها خون میگیرند به خاطر دفاع از حق و به خاطر دفاع از حقیقت. یعنی دیدگاه چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، این استراتژی مجاهد است. دیدگاه چون از میان بیرون کشید، دیدگاه لا اله الا الله محمد رسول الله. Manusia yang bertram, من که خونی شان